پرچم تیم معروف ادمونتونه که خیلی میبینمش، هم تیشرتش رو توی تن مردم میبینم، هم در واقع پرچمش رو این ور اون ور میبینم. الان یکی از این خونه های اطراف پارک پرچم رو نصب کرده بود نرده خونش. جالبه برام، خیلی تیمشون براشون مهمه. وقتی که روزایی که تیمشون بازی داره تو کل شهر، وقتی که آدم میره تو مراکز خرید یا هر جا که هست، خیلی میبینه تیشرت این تیمو، تن بزرگ و کوچیک. آدم‌ها به همین چیزا دلخوشن دیگه، به همین که جزو دسته‌بندی‌های جامعه باشن تو یکی از اون دسته‌های مورد علاقه‌شون. انگار آدم‌ها دوست دارن تعلق داشته باشن به یه گروه، به یه دسته، حالا بر اساس ارزش‌هایی که دارن، به یه جایی، به یه چیزی متعلق باشن. و اگر کسی به چیزی حس تعلق نداشته باشه، احساس میکنه که رو حواس و احساس کمبود میکنه. جالبه.